سلام به همه دوستداران عکاسی، فرهنگ ها و جشن های بی‌نظیر. من شارانا هستم، عکاس، و قراره که در این ویدیو شما رو ببرم به یکی از جشن های بی‌نظیر دنیا از یک عروس و داماد نیجریه‌ای، عروسی مستر ایزی و تمی اوتادلا. برای کسایی که نمیدونن، مستر ایزی یکی از خواننده های سبک آفروبیت هستش و تمی اوتادلا هم یک بازیگر و بلاگر مد هست، مد و لایف استایل. امروز میخوام داستان این زوج برجسته در سال 2025 رو براتون بگم که نه یک جشن، نه دو جشن، بلکه 3 تا جشن عروسی در 3 نقطه مختلف دنیا داشتن که با کمک کمپانی کالیفانو پروداکشنز برگزار کردن. هر کدوم از این جشن‌ها یک داستان و جزئیات خاص خودشونو داشتن. بخش اول مراسم در 9 می 2025 در موناکو مقی ازدواجشون رو ثبت کردن با حضور خود عروس و داماد و عکاس که عکاس اون هم کسی نبود جز حوزه ویا. تاریخی که برای این جشن انتخاب کردن، برای این روز انتخاب کردن، بی‌معنی نبوده. روز تولد مادر مرحوم مستر ایزی بوده و اونا به خاطر احترام به خانواده و گرامی داشته اون روز تصمیم گرفتن که توی اون روز ازدواجشون رو ثبت کنن. حوزه ویلا که یک عکاس بسیار معروف در حوزه عروسی هستش و به خاطر عکسای آنالوگش تو دنیا معروفه، تصمیم گرفت که از های لطیف نور مدیترانه‌ای در موناکو استفاده کنه. تمی یک ست سفارشی از ویدرهوفت پوشید که یک حس رسمی و در این حال شیک داشتش. مستر ایزی هم یک کت شلوار از برند لویی ویتو استفاده کرد. بیشتر عکس‌ها همونطور که گفتم از نور طبیعی روز گرفته شده. خورشید مثل یک اسپاتلایت چهره ها رو روشن کرده. همینطور که تو عکس‌ها می‌بینیم این نور باعث شده که حس اصالت و زندگی در عکس‌ها باقی بمونه بدون اینکه مصنوعی یا بیش از حد کار شده باشه. برای من به عنوان عکاس این یک درس مهمیه که همیشه لازم نیست نورپردازی خیلی پیچیده‌ای داشته باشیم. گاهی کافیه که فقط اون لحظه درست رو شکار کنیم. بعد از امضای مدارک، تمی یک لباس خالخالی بسیار زیبا از برند کریستوفر جان راجرز پوشید. پورترهای عروس و داماد در ویلای لویژی گرفته شد. تو عکس‌ها می‌بینیم که نور در موناکو به خاطر بازتاب از دریا خیلی نرم و خیلی درخشان هستش. عکس‌ها حالت نقاشیگونه پیدا کردن، مخصوصاً که حوزه در خیلی از پورترها از فیلم کوداک استفاده می‌کنه. این باعث میشه که لبه ها خیلی نرم، همونطور که میبینیم یه حالت پاستلی تو عکس پیدا کنه. توجه کنین که چطور با تقارن و ستون ها ترکیب های شیک و متوازن ساخته. خیلی از عکس ها از زاویه چشم گرفته شدن، چیزی که باعث میشه ما دقیقاً حس کنیم توی صحنه حضور داریم. یا جزئیات بسته لباس و دست ها هست که داستان رو کامل میکنه. این تغییر پرسپکتیو عکاسی رو از یک روایت ساده به یک تجربه چند لایه تبدیل میکنه. نور اطراف ساختمان‌ها و پنجره‌ها به پوست و لباس عمق داده. در واقع یه جورایی تمی که استفاده شده سینمایی هستش. دوست داشتن که این قسمت رو سینمایی نشون بدن. به نظر من احساس آرامش، سادگی در شکل و پیچیدگی در جزئیات رو تونسته انتقال بده. 2 ماه بعد از اون عروسی موناکو، این زوج مراسم یوروبا رو توی خونه ویلایی پدری عروس توی دبی میگیرن. شروع مراسم با یک عروسی سنتی یوروبایی که یک عروسی نمادین بودش و بخش فرهنگی سنتی جشنشون در همین دبی اجرا شده. یکی از زیباترین و پرجزئیات ترین عروسی های دنیا همین ازدواج یوروبایی هستش که در غرب آفریقا، مخصوصا در
کشور نیجریه اجرا میشه. این مراسم نه فقط یک جشن عادی بلکه یکی از آیین‌های فرهنگی خانوادگیه که پر از نماد، رنگ، رقص و موسیقیه. من اول یه معرفی بکنم که کلا این مراسم چیه که وقتی عکس‌ها رو می‌بینین بتونین درک بهتری از عکس‌ها داشته باشید. مراسم سنتی یوروبا که مربوط به خانواده‌های نیجریه‌ای هستش. من خودم هم یه دونه جشن نیجریه‌ای داشتم در پاریس که اولین برخورد من با یک خانواده نیجریه‌ای بود و خیلی برای من هیجان انگیز بود. اینکه همش برای من سوال بود که اینا چرا همه لباسای یک شکل پوشیدن، لباسشون یه جور عجیبی بود. برای من دوست داشتم بیشتر راجبش بدونم. بنابراین یه وقت بسیار زیادی از روزم رو اختصاص میدادم به اینکه با مهمونا صحبت کنم و ازشون یاد بگیرم. حالا حتما یه دونه ویدیو راجب اون عروسی که خودم عکاسی کردم درست میکنم. اینجوریه که در ابتدا معرفی خانواده ها رو داریم. قبل از عروسی اصلی خانواده داماد رسما به خونه عروس میرن و آشنایی شکل میگیره. یه جورایی مثل خواستگاری خودمون هست. خانواده داماد طبق رسوم یه سری هدایا برای خانواده عروس میبرن، مثل پول نقد که نشونه قدردانیه، یا مثلا سیب زمینی شیرین آفریقایی به نام یام، نوشیدنی هایی معمولا حالا الکلی یا غیر الکلی و پارچه های زیبا. این پارچه ها همون پارچه هایی هستش که روز عروسی همه یه شکل میدوزن و به نشانه اتحاد خانوادگی همه با هم یه شکل لباس میپوشن. خیلی چیز جالبیه. اسم لباسی که میپوشن ایروانبوبا هستش. عروس معمولا یک لباس سنتی میپوشه به نام آسوکو، داماد هم لباس آسوئبی. خانواده معمولا با رنگ یا پارچه هماهنگ لباس میپوشن. گفتم به نشانه اتحاد خانوادگی این کار رو میکنن که ما خودمون یه همچین چیز خیلی حالا مختصرتری توی فرهنگ خودمون داریم که خانواده داماد یه سری هدایا برای عروس میبرن. حالا نه برای کل خانوادهش، برای خود عروس. همچین چیزایی هم ما تو فرهنگ خودمون داریم. و بعد از اونم که جشن و پایکوبیه، بعد از بخش رسمی مراسم با یه موسیقی زنده و خیلی پرشور و هیجان اجرا میشه. من توی جشنی که توی پاریس داشتم به عنوان عکاس، اینقدر این موزیک برای من جالب بود و منو یاد جشن‌های خودمون تو جنوب مینداخت. من مدام در حال عکاسی داشتم و میرقصیدم. یکی از چیزهای جالب دیگه که توی جشن یوروبایی هستش پول ریختن رو سر عروس داماده که خودمون هم داریم. پول میریزن رو عروس و داماد و آرزوی برکت و ثروت میکنن با این کار برای عروس و داماد. در واقع با این کارشون یه جورایی تعظیم به فرهنگ میکنن. فرهنگشون رو در هر جای دنیا زنده نگه میدارن و بهش احترام میذارن. تمی خودش یک کلکسیونر مد هستش و برای جهاز عروسیش 4 لباس مجزا برای این مراسم پوشید که هر کدومشون از طراحهای خیلی برجسته دنیا، زک پوزن، میسوهی، لیسا فولاویه و آسکر دلارنتا براش طراحی کرده بودن. پوزن به مجله ووگ گفته بوده که طرحی رو که برای تمی انتخاب کرده بوده حسی نزدیک به حس نفرتیتی رو تصویر کرده. یه پیرهن از ساتن دوشس طراحی کرده که خطوط بدنش رو دنبال می‌کرده و در پشت لباس یک پاپیون بسیار بزرگ قرار داشته که طرح اون رو شبیه به بالای کبوتر ساخته. حالا بررسی می‌کنیم که حوزه ویا چجوری تونسته که با این شرایط آب و هوایی بسیار خشنی که دبی داشته تونسته از پس این عکاسی بر بیاد. یک چادر بسیار بزرگ با پارچه‌های لوکس، حدود 2000 فانوس عربی و لوسترا و گیاهای تروپیکال، پارچه‌های آنکارا برای میزها و صندلی‌ها. خیلی دیزاین پیچیده و پرجزئیاتی شده که همه رو اینجا میذارم که ببینید. تمی میگه که دوست داشته چشماندازی که این سالن داشته باشه یه فضایی باشه که یک شب رو در لاگوس، همون شهر خودشون توی نیجریه، اون فضا رو براشون تداعی بکنه. مهمونا احساس کنن که در یک فضای نیجریه‌ای هستن. یه ترکیب از معماری
محلی و مدرن باشه. ویژگی بخش دوم جشن جزئیات فراوان، شکوه، رنگ و یک نورپردازی خیلی خاص که هم به فیلم برداری کمک کرده، هم به یک دست بودن عکس ها کمک کرده. خیلی برای من جالبه به عنوان عکاس که حوزه ویا در دبی از نور مصنوعی ترکیب شده با نور طبیعی استفاده کرده. یعنی از فلاش استفاده نکرده، اومده یک نور مصنوعی بزرگ رو کاشته و با نور طبیعی ترکیب کرده و این چیزیه که باعث شده که عکس‌ها یک حالت دراماتیک و خیلی پرشکوه داشته باشن. حوزه ویا با نورای پیوسته تونسته هم در ویدیو و هم در عکاسی یک هماهنگی رو ایجاد کنه. وقتی به عکس‌ها نگاه می‌کنیم کاملا یک دست هستن. توی دبی قنای رنگ‌ها خیلی بالاست و استفاده از پارچه‌های طلایی، قرمز و نورپردازی یک پارچه باعث شده که حال و هوای عکس‌ها مثل یک فیلم سینمایی بشه. توی دبی داریم جشن فرهنگ رو می‌بینیم، تجمع خانواده رو داریم می‌بینیم و چیزی که خیلی مهمه افتخار به ریشه ها همراه با لوکس بودن و نمایش مد. این چیزیه که من توی جشن دبی دارم میبینم و واقعا لذت بخشه. بخش سوم مراسم کلیسایی در ایسلند. آگوست 2025 مراسم کلیسایی رو انجام دادن در یکی از کلیساهای بسیار معروف ایسلند و مراسم پذیرایی هم که توی یک مزرعه بوده. لباس تمی برای مراسم کلیسایی مدل‌های الهام گرفته از ادری هپبرن از اوتکوتوق فندی بوده. سورپرایز مستر ایزی اجرای جان لجند بوده که عروس خیلی سورپرایز شده، عکساش هم داریم اینجا میبینیم. و برای آخر عروسی هم مهمان‌ها با یک قایق به یک چشمه آب گرم رفتن و مهمانی ساحلی قطبی داشتن. جشن هم تا نیمه شب اونجا ادامه داشته تا زمانی که وقتی که غروب میشه همه مهمونات برای مدت کوتاهی میتونن یک شفق شمالی رو هم اونجا ببینن. حوزه ویلا در ایسلند به سراغ فضاهای مینیمال، صخره‌ها، مه و یخچال‌های طبیعی رفت. تو ایسلند توی آب و هوای قطبی مدام شرایط نوری تغییر میکنه، یه موقع آفتابه، یه موقع بارون و تگرگه، هوا خیلی غیر قابل پیش بینیه. عکاس مجبور شده که با این شرایط سخت کار کنه و به گفته خودش فقط 20 ثانیه فرصت داشته که از عروس بخواد پورترهاشو بگیره و اینقدر باد شدید بوده میبینیم که لباس و تور رفته تو هوا. اما یه چیزی که حائز اهمیت اینه که عکاس این شرایط رو به نفع خودش استفاده کرده و تونهای سرد و مه‌آلود رو ثبت کرده. عکاسی از زوج مقابل اون مناظر خیلی بزرگ به عکس‌ها یه حس اسطوره‌ای داده و اینو چجوری نشون داده؟ با استفاده از فضای منفی قسمت زیادی از قاب رو به طبیعت، آسمون و زمین اختصاص داده و زوج رو در گوشه یا مرکز قاب در مقابل طبیعت قرار داده که یک حس درام و عظمت رو القا کرده. رنگا بیشتر روشن، سفید و توناژهای نرم دارن که در هماهنگی با طبیعت ایسلند هستش. این بخش انگار یک روح شاعرانه، رمانتیک و حس آرامش بخشی داره. خیلی مهمه که عروس و داماد به عکاس اعتماد داشته باشن و بگن که بذار تصمیما رو خودت بگیری. این باعث میشه که عکاس آزادی عمل بهتری داشته باشه برای خلق تصاویر خاص و باعث میشه که عکس‌ها نه فقط مستند بلکه هنری بشه. توی عکس‌های شب نور کمی هست، اما اونی هم که هست با حساسیت بالا استفاده شده. شمع، فانوسا، اون لوسترایی که توی چادر شیشه‌ای هست، توی این شرایط نور متنوع و پخشه که نتیجه بسیار شاعرانه شده. استفاده از محیط اطراف مثل اون سنگ و خزه و اون لوکیشن‌های طبیعی که توی اون چادر ایجاد کردن به عکس‌ها
عمق و داستان میده. همچنین طراحی لباس و استایل که با فضا هماهنگ شده به زیبایی کلی کمک کرده. میخوام بگم که کار تیمی و تجهیزات مناسب، شرایط نوری متفاوت، همه اینها در کنار یک امضای شخصی توی عکاسی باعث میشه که همه چیز یک پارچه و به یاد موندنی بشه. برای بخش پایانی این ویدیو میخوام بگم که اگر که بودجه اجازه میده، عروسی میتونه بخشای بسیار مهم شخصی و فرهنگی داشته باشه. نه صرفا تجمل، بلکه میتونه معنا داشته باشه. مهمه که عروسی داستان عروس و داماد رو بیان بکنه. تاریخش میتونه برای خانواده ها مهم باشه. میتونه یک میراث فرهنگی باشه. آخرین نکته‌ای که درباره این پروژه میخوام بگم، درباره مستندسازی احساسات، اشک‌ها، لبخندها، بغل‌ها تو همه عکس‌ها ثبت شدن. اینها بدون اینکه ژست‌دار یا ساختگی باشن. این همون چیزیه که عکاسی مستند رو ارزشمند میکنه. ثبت لحظه ها همونطور که هستند با تمام خامی و زیباییشون. وقتی که همه عوامل در کنار هم باشن، تیم حرفه‌ای، طراحان خلاق، لوکیشن های عالی، استایل های دقیق و داستان شخصی، اون چیزی که خلق میشه عکسی فراتر از عکسه. تصویریه که در قلب و ذهن مخاطب میمونه. این عروسی حداقل به من یادآوری میکنه که عکاس عروسی فقط لحظه ها رو ثبت نمیکنه، بلکه کارگردان تصویری اون چیزیه که عروس و داماد میخوان. و همینطور برای من دیدن این عکس ها یادآوری میکنه که عکاسی عروسی فقط ثبت یک رویداد نیست، بلکه نوعی روایت فرهنگی انسانیه. ما نه تنها شاهد عشق بین دو نفر هستیم، بلکه میبینیم که چطور جامعه، خانواده و سنت ها میتونن همه در یک قاب جا بگیرن. ممنون که وقت گذاشتی با من این سفر فرهنگی تصویری رو مرور کردی. اگر که از این ویدیو خوشت اومد حتما لایک کن و سابسکرایب کن و حتما برای من کامنت بذار و بگو که آیا این ویدیو رو دوست داشتی یا نه، و اینکه چه جور عروسیایی رو دوست دارین براتون توضیح بدم، یا اینکه چه شخص خاصی رو دوست داری راجع به جشنش بیشتر بدون. و تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.